بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، امام قدوری رحمت الله علیه در مختصر قدوری خود گفتند که کتاب الصوم، کتاب درباره روزه. الصوم ضربان واجب و نفل. روزه دو نوع می شود، واجب و نفل. یعنی حتمی، روزه داشتنش حتمی هست، فرض است، اگر نداری گناهکار می شوید. و نفل است یعنی زیادتی است، دارید ثواب میگیرید، ندارید گناهکار نمیشید. دوم نوع روزه است. فالواجب ضربان، واجب دو خیل میشد، یعنی روزه هایی که فرض است به دو تقسیم میشد. منه ما يتعلق بعینه كصوم رمضان و النذر المعین. از جمله روزه های فرض آن روزه که به عین خود روزه متعلق است، مانند روزه رمضان، خاص روزه رمضان، یعنی 29 روز یا 30 روز باید روزه گیرید. اینشون و نذر المعین، نذر معین، گفتید که من روزی فلان 10 روز روزه میدارم، گفته معین کردید، نظر کردید. نظر چیزی که به شما فرض نبود به خودتون فرض کردید. لله علیه، برای الله شده، بر ذمه من واجب است که مثلا 10 روز روزه دارم یا 5 روز روزه دارم. چیزی که به شما واجب نبود به خودتون واجب کردید، حتمی کردید. نظری معین است، روزش هم با معین کردید، فلان روز روزه میدارم گفته. اما اگر مطلق باشد، یعنی گفتید که 10 روز روزه داشته میتیم، یعنی روزش معلوم نه، روزه داشته میتیم، اون نظری مطلق است. اما نظری معین روزاش معین است. این گفتن که روزه های فرض به دو تقسیم میشن، بعضیش عیناً به خودش متعلق است، مانند رمضان و مانند نظری معین که روزاش معلوم است. فیجوز صومه بنیت من اللیل، این مذهب حنفی است. گفتن که نیتش از شب اجازت است، یعنی شبانه نیت کنه. پگاه روزه می داشته باشید، این شب باید نیت کنید که پگاه من روزه می دارم. مثلا وقتی که همین شبانه خواب میکنید، ساعت منبه میمونید که پگاه سحری بخیزیم، سحری کنیم، همین خودش نیت است. الکی شما نیت دارید که پگاه روزه می دارید. فإن لم ينوي حتى اصبح اجزاءته نیت ما بینه و بین الزوال. اگر رفت تو شبانه نیت نکند و بعد دمیدن صبح نیت کند، مابین صبح و مابین زوال، یعنی تا نماز پیشین اگر نیت کند جایز است. میگن امام قدوری، نقل از مذهب حنفی است، ولی امام شافعی رو هم در حاشیه آورده گفتن که خلافا للشافعی، برخلاف مذهب شافعی که نیت درست نیست. واقعا یه حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت کسی نیت نکند شبانه روزش درست نیست. گفتن یعنی انسان باید شبانه نیت کند که من فردا روزه میدارم. گفتن یعنی نیت به زبان شرط نه، به قلب، یعنی از قلبتون گذارونید که پگاه انشالله روزه میدارم. گوید تمام، همین آسان، یگان چاره مشکلی ندارد. و در ادامه شدن که والضرب الثانی ما یثبت فی الذمه كقضاء رمضان و النذر المطلق والکفارات. دوم نوع روزه های فرض، روزه های واجب، اینا روزه هایی که در ذمه انسان مانند قرض می ایستد، مانند قرض رمضان. اون روزش معلوم نیست، یعنی شما میتونید در مدت 1 سال قضای رمضان، در رمضان بیمار بودید، مسافر بودید، 2 روز 3 روز از رمضان روزه نداشتید، همون قرض روزش معین نیست، شما در مدت 1 سال میتونید خوانید، دارید. و نظر المطلق، این چونین نظر مطلق، نظر کردید که در روز برای الله تعالی روزه میدارم گفتید، اون روزش معلوم نیست، اینم فرض است. یا کفاره ها، یا آدم قسم به نام الله فلان کارو میکنم گفت نکرد، او کفاره میتید، 10 مسکین به طعام میتید، یا لباس میتید، یا اگر نتونه 3 روز روزه داشته میتید. اینا کفاره ها دوم نوع روزه های فرض است. فلا يجوز صومه الا بنیت من اللیل، گفتن جایز نیست مگر هم شبانه نیت کنی. ولی مادامی که روزه فرض است، خواه رمضان خواه غیر رمضان، باید شبانه انسان نیت کند. و كذلك صوم الظهار، این چنین روزه ظهار. ظهار آن آدمی که پیشتر در زمان جاهلیت همین عادت داشتن، مردم جاهل، اگر زنشون طلاق دادنی شوند تو طلاق نمیگفتن، میگفتن که انتی علی کظهر امی، تو به من مانند مادرم هستی میگفتن. یعنی که خیلی که مادر برای انسان حرام است نکاح کردنش،
همین گونه توی هم برای من حرام است میگفتم به زنشان، یعنی این به منزلتی طلاق بود. کسی همین خیلی گفت زنش طلاق میشد در زمان جاهلیت. بعد شریعت آمده به زیهار، یعنی حکم زیهار را بیکار کرد از یک جانب، یعنی با زیهار زنی انسان طلاق نمیشد، لیکن کفاره واجب است. 2 ماه پای در هم روزه داشته میتید کسی که همین سخنه گوید و تا کفاره زیهار را تمام نکند به زنش نزدیکی نمیکند. خب کسی که زیهار کرده است باید 2 ماه پای در هم روزه داشته دهد. همین آدم باید میگن روزش شبانه نیت کند. و نفل کله یجوز بنیت قبل زوال. اما روزه نفل باشد انسان حق دارد که تا وقتی پیشینه نیت کند. یعنی روزه پنجشنبه دوشنبه شما روزه داشتنی هستید، روزه داشتنی نبودید مثلا، لیکن دیدید که در خانه هیچی نیست، نه به عبید هیچی هست، نه به خوراک سحری هیچی هست، گفتید که ساعت مثلا 10 شد 11 شد ولی پیشین 1 به مثلا خیلی امروز من روزه گفته نیت کرده، جایز است. اما روزه رمضان اگر کسی نیت نکند از نصف روزه نیت کند درست نیست، روزش درست نیست، لیکن باید خودداری کنه از خوردن و نوشیدن، چیزی نخورد ننوشد، لیکن همین روز روزه نداشته است، یه روز دیگه قضایی داشته میته اگر نیت نکند شبانه. بنابراین هر شب انسان نیت میکنه. این نیت همین خواهید نخواهید، مثال 1 ماه رمضان هم نیت کردگی هستید، با شبانه از قلبتون میگذرد کو فردا انشالله روزه میگیریم، گفتگی گپ از میگذرد، نیت هست همین، اما روزه هست. اما در روزه نافله انسان میتوند مثلا اگر پیشین ساعتی 1 باشد ساعتی 12 نیت کند. پیامبر صلی الله علیه و آله آمدن گفتن که چی هست به خوراکی نصف روزی؟ گفتن چیزی نیست. گفتن خیلی باشه من روزه. گفتن این دلالت میکند که روزه های نافله را تا وقتی نماز پیشین، یعنی تا زوال، یعنی که تا در آمدن وقتی پیشین نیت کند روزش درست است. والله تعالی اعلم.